با دمی معدود از بیهودگویی لب ببند. مفلسان را هیچ عیبی بدتر از اسراف نیست. در این بیت صایب بی تبریزی دو مسئله به میان گذاشته شده است در اطراف یک غایه. غایه شعر لب گشودن به بیهودگویی است. وقتی که انسان عمر خود را به بیهودگویی، به هرزگویی و هذیانگویی صرف میکند. هرزه و هذیانگویی خاصی انسان‌های خام طبیعت هستند. انسان‌هایی هستند که سخن را چین نکرده و بر نکشیده به یگان تحمل از زبان میرونند و روز تا بگاه میگویند، اما سخن‌های آنها یک چهارمغز پوچی رو میماند که هیچ ارزشی ندارد. عمر انسان یعنی یک وقتی که اشک از مژگان میافتد، عمر انسان رو به همین مانند میکند. یعنی نفس‌های انسان، دم انسان هر یک کدامش شمارنده اند. یعنی انسان باید عمر خود را بیهوده صرف نکند. عمر خود را انسان در جاده‌های گوناگون بیهوده صرف میکند، هم در لوح و لعب صرف میکند. عموما ضایع کردن عمری که بسیار کم است، بسیار مختصر است، همین عمر را هم بیهوده صرف میکند. خاصه وقتی که انسانی که به پرگویی مشغول است، این بیهودگویی به اون معنی، به اون دلالت میکند که انسان به قول بیدل آتش نفسی که در پیش دهان او به قول مردم نشسته نمیشود، اما اون سخنهایی که میگوید اصلا هیچ ارزش ندارند و در جامعه ما این طایفه مردم خیلی زیاد است. خودسوزی و بیهودگویی را میرزا صایب محکوم میکند، میگوید که اون نفسی برشمارنده ای که داری اون را به بیهودگی صرف نکن. و در مثال دیگه که ارسال مسئله است، تشبیه مرکب است، میگوید که مفلسان را هیچ عیب بدتر از اسراف نیست. واقعا هم به مانند همین که آدمان کمبغل و قشاق و مفلس را هیچ عیب و گناه دیگری بدتر از این نیست که آنها اسراف کاری میکنند، خرج بیهوده میکنند. ببینید تشبیه قابل توجه است. یعنی در سبک هندی شاعران کوشش میکنند که بیان شعر را از لحاظ لفظ تازه کنند و تراوت بخشیدن در جدای هنر همین چیز رو تقاضا میکرد. در این جدا میرزا بیدل خیلی پیشرو است و صایب هم کوشش کرده است که همین معنی که آبشسته که شاعران زیاد گفتند این رو به دیگر طرز بیان کند. و واقعا هم مانند شدن انسانی بیهودگو، آدم کمبغل که در اصل کمبغل است، باز خرج بیهوده میکند و این از همه بدترین گناه است. وقتی که او خود مفلس است، وقتی او نادار است، کمبغل است، باز خرج بیهوده میکند. و به همین مانندی که انسانی که عمر یعنی انسان از نگاه دارایی عمر مفلس است. هیچ کس در زندگی از لحاظ عمر غنی و دارا بودن نمیتواند. عمر خاص 100 سال باشد، 100 سال در یک میژه زدن میگذرد و همین وقت را، استفاده وقت از جانب انسان همواره تاکید میشود که انسان تو هوشت رو به سر بگیر، زیرا که آن عمر معدودی که داری به بیهودگی صرف میکنی. این تو با آن مفلسی مانند است که خرج میکند، اسراف کاری میکند. آتش نفسی و بیهودگویی یک طرف مسئله است و انسان‌هایی هستند که مثلا از صحبت آنها دیگر انسان‌ها فیض میگیرند. انسان‌هایی که از سخن آنها مردم نیرو میگیرند. انسان‌هایی که از فیض صحبت آنها جمعیت پیش میرود، دلگرم میشود نسبت به زندگی، نسبت به پیشروی. با دمی معدود از بیهودگویی لب ببند. مفلسان را هیچ عیبی بدتر از اسراف نیست.